سلام، نوشین هستم. به کانال من خوش اومدین. امیدوارم هر کجای این دنیا که هستین حال دلتون خوب باشه. اومدم با یک ویدیوی دیگه و تو این ویدیو میخوام رنگ کردن موها رو در خانه بهتون نشون بدم و چیزی که جالبه رنگ کردن موها با این رنگ های تیوپی که خیلی ساده و راحته. به راحتی میتونید از این رنگ ها استفاده کنید و ریشه موهاتون رو که کمی تیره شده یا اینکه سفید شده توی خونه به راحتی رنگ کنید. بنابراین همراه من باشید و تا آخر ویدیو رو ببینید. خب چیزی که مهمه وقتی که میخواین موهاتون رو رنگ کنین، حتما از رنگ موهای با کیفیت استفاده کنین. رنگ موهای بیو و طبیعی توی بازار اومده و یا اینکه رنگ موهای بدون آمونیاک حتما استفاده کنید، به خاطر اینکه کیفیت رنگ مو خیلی مهمه. اگر هر رنگ موی ارزون قیمتی رو پیدا کنید و به موهاتون بزنین، باعث صدمه زدن به موهاتون میشه. بنابراین اولین چیزی که باید توجه بهش کنید یک رنگ موی خوب هست. علت این که من از این رنگ موهای تیوپی استفاده میکنم اینی که من معمولا موهامو کامل رنگ نمی کنم. موهای طبیعی من مغون شطن هستش، رنگ قهوه‌ای شطن هست و معمولا گوشه موهام یا این ریشه موهام که تیره تر میشه رو با این رنگ موها رنگ میکنم. خب اگر از رنگ موهایی که توی فروشگاه مختلف هست بخرید، توی پاکت های مختلف عکس براتون میذارم، اینا آب اکسیژن کنارش هست، میتونید آماده کنید، مخلوط کنید و کامل به همه موهاتون بزنید، بذارید نیم ساعت بمونه، بعد هم بشورید. اگر از این رنگ موها استفاده میکنید، هر چقدر که فکر میکنید نیاز هستش برای موهاتون، توی یه دونه ظرف میریزید همراه با آب اکسیژنه که من از داروخونه میخرم، قاطی میکنید در حد که به صورت کرم مانند در بیاد، نه خیلی سفت باشه نه خیلی آبکی. قاطی میکنید و با بروس روی موهاتون میمالید. نیاز داریم به یه دونه از این گانها یا دستکشها و یه دونه از این کلاها که بعد روی موهامون بزنیم و بذاریم حدود نیم ساعت بمونه. خب حتما کار رنگ موهاتون رو حتما توی حمام انجام بدید. سعی کنید لباسی بپوشید که روش نریزه و یا اینکه به راحتی بعد بتونید در بیارید. من رنگ مو رو آماده کردم به این صورته. اگر دیدید که خیلی غلیظه میتونید از اکسیژنتون یه مقدار بهش اضافه کنید و به خوبی به هم بزنید. بعد از اینکه به هم زدید، کامل فرق سرتون یا هر قسمتی از موهاتون رو که میخواین رنگ کنید باز کنید و با بروس و این پنسه ها به آرومی قشنگ به تمام قسمت هایی که میخواید رنگ بگیره رنگتون رو بزنید. این قسمت ها، گوشه ها، تمام قسمت ها رو خوب رنگ بمالید. بعد هم کامل وقتی که تمام موهاتون رو رنگ گذاشتید، جمع کنید موهاتون رو، یه دونه کلا روش بذارید یا یه دونه پلاستیک روی موهاتون بکشید و بذارید حدود نیم ساعت بمونه. خب قشنگ رنگ رو به تمام قسمت‌های موهاتون بمالید. این لابلای موهاتون رو باز کنید و تمام قسمت‌هایی که دوست دارید رنگ بگیره رو رنگ کنید. اگر دوست دارید همه موهاتون رو رنگ کنید که تیکه تیکه موهاتون رو جلو بیارید و این پنسو یا همین برس رنگ رو به راحتی روش بکشید و بعد هم موهاتون رو جمع کنید، بذارید 20 دقیقه بمونه. هیچ مشکلی نداره، چه فرق سرتون و ریشه موهاتون رو بخواین رنگ کنید چه همشو، فقط رنگتون رو باید بیشتر تهیه کنید. خب من موهامو همونجور که میبینید تا اون حدی که خواستم ریشه موهام، گوشه موهامو رنگ گذاشتم و بعد هم اینو میذارم رو سرم تا نیم ساعت بمونه. اینجوری هر چقدر که اون رنگتون گرما بهش بخوره بیشتر روی موهاتون فیکس میشه و موهاتون بیشتر رنگ میگیره.
بنابراین بذارید 20 دقیقه تا نیم ساعت بمونه روی موهاتون، بعد هم با آب و شامپو بشورید. خب من میذارم این رنگ تا پایان ویدیو روی موهام بمونه، بعد هم با آب بلر میشورم، شامپو میزنم و از نرم کننده استفاده میکنم. اگر شما جز کسانی هستید که ریزش مو دارید، خارش سر دارید یا هر مشکل دیگه، ویدیوهای زیادی گذاشتم، حتما اونا رو ببینین، مطمئنم میتونه براتون مفید باشه. اگر این ویدیو براتون جالب بود لطفاً لایک کنید، خیلی خوشحال میشم. و اگر هنوز عضو کانال من نشدید همین الان عضو کانال من بشین و دکمه سابسکرایب رو بزنید. ممنونم از اینکه لحظاتی همراه من بودید و این ویدیو رو نگاه کردید. مراقب خودتون و سلامتیتون باشین. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.